سلام بچه ها، بعد از تقارن مرکزی تقارن های دیگه و هم نهشت شکل مساوی هم نهشت هم درس میده. 4 کتاب ریاضی هفتم متوسطه اول در مورد تقارن محوری و مرکزیه. ولی من فعلا این تقارن مرکزی رو براتون کشیدم. گفته 180 درجه این مثلث بچرخان. 180 درجه چیز میخواه، تلق میخوام تا من ندارم، باید برم بخرم. 180 درجه میاد اینجا، اونجا نقطهشه. ما باید 180 درجه بچرخانی میفته کجا؟ اگر 180 درجه بچرخانی میفته اینجا. و من کتاب ریاضی نه، ولی شاید کتاب دیگه هم درس بدن. فعلا این کتاب ریاضی که تقارن مرکزی حل کرده 180 درجه.